امروز درباره نیمه شبان که فردا نیمه شبان است آمادگی میگیریم و برادرای عزیز، از برکت امام زمان، از برکت شهدا دیگر ما علمی دیگر شروع بیم بخیر. یا صاحب الزمان و ظهورت شتاب کن آیه دیگر و نريد أن نمن على الذين. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به چینل رولی ویلیج لایف هولیک. چینل از مکه است، محمد غلامی اسم هستم و امروز درباره نیمه شبان که فردا نیمه شبان است آمادگی میگیریم و از آقای محمدی پرسانیم که چی مقدار آمادگی گرفته. و برای همه بیننده شما، من نصرت الله محمدی از گرداننده رسانه المیتوی نوین امروز آمدیم مسجد جامع که آمادگی برای نیمه شعبان بگیریم. امروز سه شنبه، فردا چهارشنبه. امروز سه شنبه تاریخ 1404 11 14 که فردا انشالله نیمه شعبانه. آمادگی برای چیز گرفتیم، گوشت آوردیم، گوشت مرغ از سنگ ماشه، اندازه 20 سر گوشت مرغ، خانه نیم سر نان سفارش دادیم. البته کمکا کسی از بین منطقه جمع آوریشته که از هر منبر شریک به مقدار وصی که قدر وصی دارم مردم خودگونش جمع آوری ده و در پیسه رو تحویل در ما دیده که ما خریداری دیم که ملا شریک چهارباغ هسته گرداننده یا خدمتگاری مردمی المیتوی در نیمه شعبان نوبت چند چون نوبتیه در اینجی نوبت فعلا ملیز مویه دیگه این چیزا خریداریش ده و فعلا کسا گوشت مشت را پیاز ماسک و پوست شده و قید پیاز قیلک دویه و گوشت ها را مشی آمادگی بله فردا میگی دیگه. امیدوارم که دوستا از این ویدیو خوش باید و محمد غلامی را حمایت کنه که و مرا و مقصد خوب برسه. لایک و سابسکرایب محمد را فراموش نکید. چینل چرا حمایت کید که بنده خدام البته در بخش چیز نیه که خبر رسانی باشه، در بخش پختگدانی غذا یک چی مدل غذا پختنه و چی نمونه ها غذا پختنه شما بیننده ویدیوهای محمد باشید دوستان. یه آنی تو کنم مرادی خود خود نکنه امنی آورده سلام بیننده عزیز، قسمی که میبینیم ساعت 3 شب است و اینجا با خود آقای اخلاقی را داریم که آشپز هست دارن روغن میندازه. آره روغن رو فکر کنیم یخ گرفته نه؟ یخ کید نبیخی یخست خواب دیگه چیه زمستان گرفتن دیگه گفتن همشه یخ هست نه؟ داره آماده میشه که برای فردا آمادگی بگیرن. قسمی که ویدیو را با ما بیننده بودیم انشاءالله امیدوارم که از ویدیو آقای اخلاقی میگه که تیل نباشه، منظورش اینه که
روغن هم یخ شد نزدن ما بخاطر اور یخ نزده اینجا هم دارم میگیریم که بخاری رم در میدیم بخاری برای چای آماده میکنه برای صبح که آمادگیش میگیرم انشالله ویدیو رو بیننده باشین تا آخرین ویدیو با ما همراه باشین نه خواهم کردیم تقریبا 3 کیک آماده کردیم آقای اخلاقی آره دیگه حالا از یک طرف فقط گرفته میکنیم چون نور یکم خرابه در کل البته نشان میتونم که 3 دیگ است باز انشاءالله با خود آقای اخلاقی هم گپ میزنیم که چی بیشتری داره و چقدر آماده کرده یکم سرصدا زیاد است من هم که هر چه بلند گپ میزنم بعد از او فکر نکنم شاید صدا خیلی پخش بیه خداینا بخیر دیگارم آماده کردین دیگه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل لوليك الحجة بن محسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك خيرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بظهور الشتاب كن بظهور الشتاب كن يا علي يا إمام الزمان برادرای عزیز از برکت امام زمان از برکت شهدا دیگه ما علمی دیگار شروع بیم بخیر ساعت هم 3 بجه شب دیگه علمی دیگاره که برای فردا آمادگی بگیریم بخیر که چقدر آمادگی گفتیم برای فردا یک چقدر گوشت است دیگه تقریبا اگران 25 گوشت بسیار داریم بعدش هم که برای 1400 1500 در نظر گرفتیم 1500 نفر آمادگی گفتیم آره با اون بسیار آره با ایره کلان خیرین چقدر یا مردمی مثلا کمک کرده مردم هم کمک کرده اینیه که مردم هم کمک کرده مثلا خیرین هم کمک کرده همه کس کمک شدن واقعا همه کس اونایی که بسیار آقای امام زمان بوده کمک شدن دیگه به تفاوت نمانده خوب است دیگه شما در کارهای ادامه بدین من از کارهای شما یک ویدیو میگیرم همین هر چی که انداختین برای بیننده بگین مثلا این چی رو میندازیم و تا آخر تا پایین برنامه با ما همراه باشن ببینیم که چرا که امروز آشپزی نمیگه آشپز شما هستیم نه؟ آره با توکل به خدا
کم بوم نخور اگر دو لگن سه لگن بوم نسایی دو لگن بوم بسود بوم خالی نه این کم سیر همراه مرچ نه این مشکل نیست هر سیت تقریبا تکمیله دیگه گوشتاش انداخته و ببینیم که دیگه چی کارا میکنه آقای اخلاقی سوی خلاص شد؟ بایده سلام کوکای خوبی بخیری؟ سلام خوب بخیر سلامتی شکر الحمدلله دیگه گوشتا را انداختین دیگه تقریبا بیشتر انشالله انداختیم اولی دیگه چی کارا ایزی منده؟ کارایشی آب پتر سرسی دیگه سرش محکم کنی یا؟ سرسی محکم کنید تو گفتش آها امروز قراره که شروع جور کنی دیگه؟ امروز قرار شروع شد مگم خوب رنگدار هم ده نه؟ رنگش خوبه انشالله که ببینیم که تا آخر برنامه چی جور بشه و بخواهیم نگه که ما شروع شوردیم دیگه در کل همیت شورده در رئیسه که از خاطری که نسوزه دیگه تا ولیز یاو پرته کنه و بگره کنه آقای اخلاقی هم
برای آورده رایه موزه نصر زیر اینجا کنکاری آوسته که همونجی آو میگیره و میندازه داخل دیگ دو نفر باید آب ببرد داخل دیگ کنه تا دیگ نسوزن و این کاکام که در حال شستن ظرفاسته نمیمونه که یک تا ظرف هم نشته بمونه شتر راییم دیگه تقریبا آماده تا پخته شونه تا این روز با شکوه مبارک و درخشان را جشن بگیریم. من از جانب خودم این روز مبارک را و شما محبان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و می‌خواهم کوتاه مقاله‌ای را که تهیه کرده‌ام را به خوانش بگیرم. به نام خداوند یکتا. ما مسلمان‌ها تجربه‌های مختلفی داریم. مثل در یک رقابت شکست می‌خوریم، آنم که باشد رقابت زندگی. و حالا دعوت می‌شود از بهاره افضلی که در جایگاه تشریف آورده و مقاله زیبایشان را به خوانش بگیرد. الا آمدنشان بر محمد و اهل بیت پاک محمد صلوات. بیام و دیدار تو و من بده
که این می شود که به پای به چشم بشر نهی، اما می رسول خدا را بر سر نهی. بر قلب دشمنان ولایتی شرر نهی، تا یک نظر به جانب اهلی نظر نهی. تشکر فراوان از خواهر محبوبمان عاطفه قاسمی بابت سرایش عالیشان. عمرتان مزید و با برکت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خدای متعال را که توفیق حضور در این محفل نورانی نصیب ما فرمود. درود به پایان بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاکش. از حضور گرم و مصطفی شما عزیزان تشکر میکنم. امروز روز ولادت حضرت ولی عصر است. روزی بسیار فرخنده برای همه مسلمانان. این روز یادآور امید و برقراری عدالت و نوید بخش آینده روشن برای بشریت است. ای صاحب زمان، گر نیامدی تقصیر از راه نبود، دلهای ما هنوز صاف نشده است. اگر ظهورت به تأخیر افتاده، شاید ما هنوز اهل یاری نبودیم. امروز ما گرد هم آمده ایم برای تجدید عهد. در این روز بسیار ارزشمند و پربرکت برای جامعه اسلامی، بی تردید علما، بزرگان، استادان گرامی در این مناسبت فرخنده سخنان روشنگر فراوانی در بیان جایگاه امام زمان انتظار و مسئولیت ما بیان خواهد کرد. آنچه مایلم در این فرصت کوتاه به آن بپردازم اهمیت مکتب و مدرسه در زندگی فردی و اجتماعی ماست. مکتب و مدرسه پایه اساسی رشد فکری و اخلاقی جامعه است. بدون توجه به آموزش رسیدن به جامعه آگاه، عدالت محور و مهدوی ممکن نخواهد بود. جامعه منتظر، جامعه دانا با اخلاق و مسئولیت پذیر است. این ویژگی ها در سایه تعلیم و تربیت درست شکل میگیرد. بنابراین گرامی داشت امروز تنها در سخن نیست، بلکه در توجه جدی به علم، آموزش، پرورش نسل آینده معنا پیدا میکند. برادران و خواهران گرامی، اگر بخواهیم از آینده روشن برای علم تو سخن بگوییم، باید از علم آغاز کنیم. زیرا علم اساس پیشرفت جامعه ماست. هیچ سرزمینی بدون دانش و استقلال فکری و اجتماعی نرسیده است. علم تنها خواندن و نوشتن نیست. علم یعنی فهم درست، تصمیم آگاهانه، توانایی ساختن آینده. جوانان امریکا، شما امید امروز تا زندگان فردای این سرزمین هستید. اگر شما اهل علم و دانش باشید، امریکا سربلند خواهد بود. اگر از علم فاصله بگیرید، دیگران را تصمیم خواهد گرفت. اما مسئولیت بزرگترها، ما باید علم را ارزش بدانیم، معلم را احترام کنیم، راه تحصیل را برای فرزندان خود هموار سازیم. کودکان و نوجوانان خود را تشویق به فرا گرفتن علم نماییم تا آینده دیار ما روشن باشد. نه اینکه خدای نخواسته یک روز علمیتو را به کارخانه تولید کارگر مبدل بسازیم که زیان آن جبران ناپذیر است. از زبان دکتر شریعتی، خانواده کارخانه انسان سازی است. اگر بیدار باشد جامعه بیداری میکند، اگر غافل باشد هیچ مدرسه جبرانش نمیکند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وآله الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا. گرامی، بنده طلبه هستم در عراق، فرزند مرحوم و بنیانگذار این مکان مقدس جناب نوروز علی توسلی. از مجریان محترم تقاضامندم که چند دقیقه به من فرصت بدهد تا بعضی مسائلی که بنده به عنوان وظیفه از آنجا و اینجا آمدم خدمت شما عرض کنم. همه ما و شما آگاهیم 15 شعبان یعنی
سال و روزی ولادتی با سعادتی منجی عالم بشری لا شک و لا ریب فیه. خب سروران گرامی میآیند مقاله میخوانند، شعر میخوانند، صحبت میکنند، اما فضایل اهل بیت را کسی بیان نمیتواند. اگر دریاها، بحرها رنگ شود، کوهها و درختان قلم شود، اگر جن و انس نویسنده شود، باز فضایل اهل بیت را کسی نمیتواند بیان کند. دوری بر حذر باشید. ما الحمدلله به اصل مطلب حاشیه پردازی اصلا موقعش نیست و مناسب نیست. ما در قدم اول در همین علم تو بودیم و دوباره برخواست رفتیم در عراق. این وظیفه دینی و ایمانی بنده است که امروز این صحبت‌ها را در خدمت شما عرض کنم، ولو اینکه بیشتر از 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خداوند صریحاً در آیه قرآن می‌فرماید یا ایها الناس واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. با هم اتحاد داشته باشیم، با هم همدل باشیم، با هم برادر باشیم و از ریسمان من در ریسمان چنگ بزنید تا پراکنده نشوید. یکی از فواید اتحاد و همدل بودن همین با وجود آمدن بنیادها هست، بنیاد امید فردا. برمیگردد به مفهومی واعتصموا بحبل الله جمیعا. ما عذرخواهی میکنیم از سماحت السید العزیز المدرب المربی الافضل الجلیل الکریم الاستاذ جناب آقای دکتر طاهری که در اینجا ما عرض سخن میکنیم. سروران گرامی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین شیخ نوروز علی توسلی با 40 سال قدامت و خدمتگزاری در محضر شما مردم شریف المیتو، گرسنه یا تشنه، سیر یا کم یا زیاد، 40 سال عمر با برکتش را در خدمت شما سروران گرامی گذاشت. شب و روز سرما و گرما در خدمت شما بود، اما بعد از فوت ایشان 1 سال مسجد جامع بسته بود. اما به فضل و بزرگی شما علما، شما عزیزان، شما سروران گرامی، جناب دکتر سماحت سید العزیز که بر سر مجادلت آمدن در اینجا خدمتگزار برای ما و شما هست. جناب قاری صاحب امروز خدمتگزار برای ما و شما هست. آن برادری که امروز در قرائت قرآن از برادران سیاقل هست، فکر کنم اولین نمرش است. این از فضیلتی که قائم
چه صفوف شاگردان و چه صفوف بزرگان عاجزانه خواهشمندیم، چون جمعیت لحظه به لحظه زیاد می شود. برادران همینطوری آرام آرام دیگه پیشتر بنشینند و صفوفش منظم باشد و در میان برادران خالیگاه ها اون صورت وجود نداشته باشد و از انتظامات محترم خواهشمندیم که همانطور خواهرانی که میآیند در پشت صفوف برادران اینا را قرار بدهند که خواهران طاقت بیرون نشستن را ندارد و در اخیر اگر صفوف زیاد میشود از جمعیت برادران و جوانان خواهشمندیم که اینا بیرون بروند. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار محترم و مهمانان گرامی و تمام شما عرض سلام و خسته نباشید داریم. زادروز منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود را به تمام شما عاشقان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. و همین مناسبت سرود خشا و پیشگاه آن حضرت با شما مهمانان عزیز تقدیم می‌داریم. گروهی سرود آموزشگاه نعمت الله قاسمی تقدیم می‌دارد. دلم امشب شدیداً شد مانیاد که ملاد ولی صاحب زمانم نه تنها شهر من در جشن و شورن یاد که بلبل تا به اوج کهکشانم صاحب زمانم در درد و جانم صاحب زمانم در درد و جانم ای که ظهورت تاب و توانم ای که ظهورت تاب و توانم دلم امشب هوای روی او کرد یاد نظر از سمت و سوها سوی او کرد که هرچی کوچه و کوه و بیابان یاد قدم در کلبه و در کوی او کرد صاحب زمانم در درد و جانم صاحب زمانم در درد و جانم ای که ظهورت تاب و توانم ای که ظهورت تاب و توانم بیا مهدی که شرحم برق خون است یاد غم و دردم ز هر دشم فزون است بیا بنگر ز احوال دل ما یاد که حزن و نوحه ها از حد درون است صاحب زمانم در درد و جانم صاحب زمانم در درد و جانم ای که ظهورت تاب و توانم ای که ظهورت تاب و توانم بیا در شهر و گل ما گذر کن یاد ز حال ناله این مردم نظر کن کجایی سر ما لبریز کردی یاد بیا ناله ما بسر کن صاحب زمانم در درد و جانم صاحب زمانم در درد و جانم ای که ظهورت تاب و توانم ای که ظهورت تاب و توانم. از توجه شما سفران سپاسگزاریم. عالم ز دست رفت پا در رکاب کن یا صاحب از زمان و ظهورت شتاب کن عالم ز دست رفت پا در رکاب کن ای خدا برسان فرزند علی مرد غایب ران
به هر جستجویی که میگردم مانند سگ گم کند صاحب را. امام زمان امروز تو رو گم کردم. تو را خدا این جمعه وعده بده که ما را ناامید از این روز مناسبت تو ما را ناامید نکنی یا امام زمان. به خوانش میگیرم. آقا اجازه من بنویسم برای تو، داراییم توی دل و جانم فدای تو. میخوانمت به حرمت آقای قدوسی، جان میدهد به ما نفسی آشنایی تو. وقتی طلوع میکنی از پشت ابرها، گل میکند زمین و زمان زیر پای تو. در آسمان دهکده ایجاز میشود با شعله‌ای که میدهد از چشمهای تو. برگرد آخرین سفری را که رفته‌ای، تک کرده اند هر دو جهان در هوای تو. برگرد تا گره بخورد لحظه به هم، فریاد گریه های من و حیاهای تو. آفتابیات هر کس از راه میرسد، سر میدهد تنین به جای تو. تنها خودت شفاعتمان کن که این طلسم وامی شود به معجزه ربنای تو. وامی شود به معجزه ربنای تو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای فرج ولی از شما صلوات بلند را بفرستید. عطر پیراهن او میرسدم از هر جا، مژده عاشق دل داده که او می آید. میرسد از همه جا رایحه ناب ظهور. آیه دیگر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قرآن میگه اراده داریم این که منت بگذاریم بر آنانی که به استضعاف کشانده شده است در زمین. چه اراده؟ ونجعلهم أئمة، میخواهیم اونها را ائمه پیشوای مردم قرار دهیم. ونجعلهم الوارثین، میخواهیم اونها را وارثین زمین قرار دهیم. حال در کلمه استضعاف توضیحات میخواهد. مستضعف کیست؟ آیا مستضعف واقعی که او وارث زمین و وارث این جامعه قرار بگیره، او کدوم مستضعف است و چه وصفی دارد؟ آیا ما تا حال از استضعاف هر کس ضعیف بوده، بیکار بوده، بیعار بوده، در هر گوشه و کنار در سایه گفته و خوابیده، نام نداشته، ما میگیم او مستضعف است، در حالی که او مستضعف نیست. مستضعف واقعی کسی است که او را دشمنان واقعی اسلام او را به زیر میکشاند، او را از جایگاهش پایین میآورد، حقشو نمیخورد، حقشو نمیگیرد. او مستضعف واقعی است که وارثان زمین در آینده جهان است. ما به عنوان مثال وارد سیاست نمیشیم، فقط نمونه میگیم. ما میگیم مستضعف اون مردم غزه در فلسطین است که اسرائیل جهانخوار میخواهد غزه و فلسطین را در قلمرو اسرائیل داخل کند و اون جوانان میگه ما اسلحه نمیگذاریم و ملک خود به کس نمیدهیم. مستضعف واقعی اون جوانان یمنی هست که اونها میخواهد انتخابات آزاد باشد، جمهوریت دکته شده دیگران را ما نمیخواهیم. مستضعف دیگر
ایران است که امروز آمریکا آمده میخواهد که تو اسلحه هسته‌ای نساز. خود برای اسرائیل دستور میدهد اما ایران را نمیگذارد. ایران میگوید ما یک برادر داریم و اون برادر و دلسوز ما امارات اسلامی افغانستان است. ما از امارات اسلامی افغانستان متشکریم و از امارات اسلامی ما حمایت میکنیم. مستضعف دیگر کیه؟ امام زمان است که امام زمان علیه السلام با آنی که باعث بر حق پیامبر علیه السلام است. گرفتن مردم در این مراسم عزیز و قدردانی و تشکری ویژه دارم از این دوستانی که صدای ما را به این طرف و طرف برسانند، زحمت بکشند، نقش خبرنگاری دارم، یوتیوبرها دارم و کلی کسانی که صدای مردم ما هستند برای بیرون از منطقه زحمت نامه‌ها و جوایز استادان گرامی، هر یک استاد محمد مهدی عالمی، استاد نصیر احمد فیضی و استاد راضیه سلطانی را تقدیم نماید. تا تشریف آوری جناب ایشان اجماعاً صلوات. برادران محترم کمیجوی باز هم 2.5 افغانی برای محفل امروزی کمک کردند. جهان سپاس به مال و زندگی تک تکشان برکت. استاد گرامی قاری توانای ما جناب آقای استاد نصیر احمد فیضی لطفاً تشریف بیاورید. استاد گرامی ما جناب آقای استاد محمد مهدی عالمی لطفاً تشریف فرما شوید. استاد گرامی بانو استاد راضیه سلطانی لطفاً تشریف فرما شوید. برادر گرامی ما استاد سید بشیر موسوی تشریف فرما شوید. استاد واقعا معذرت میخوایم بابت زیادی وقت که امروز نوبت نرسید. امیدوارم از بزرگواریتان ببرید.
نان بخور. برادر گرامی ما حاجی صاحب حکیم لطفاً تشریف فرما شد. تشکر از همکاری همه شما. برادر عزیز سید مصطفی آقای سید صفدر موسوی رو تقدیم نماید. برادر محترم سید صفدر موسوی تشریف بیارند. زمین من ذریت الحسین علیه السلام. همگی دعا را به طرف قبله نموده 10 مرتبه صمیم قلب بلند بنال و بگو یا الله یا الله. الهی یا خامل بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الوجود والإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصوم. عزت و جلال قسمت میدم این قلیل برنامه جشنی و روزی را از همه عزیزان هستم از کمک کنندگان این جلسه به احسن وجه قبول بفرما.